روز بخیر بیننده های عزیز گرامی، با امید صحتی و خوشحالی شما برنامه نوید بامدادی را از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 21 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در گذشت قربانبی رحمانова و خواهر پرزیدنت تاجیکستان از کووید 19، دعوت رئیس ولایت سوخت برای نرفتن به توی معرکه و پرونده علیه 4 افسر پلیس در کولوب. قربانبی رحمانова و خواهر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شام 20 ایول در بیمارستان حکومتی در محله مشهور با نام مدگرداک دوشنبه درگذشت. یک منبع در میان پزشکان به رادیو آزادی سبب مرگ قربانبی رحمانова را به گرفتاریش به بیماری کرونا ویروس ربط داد. او گفت بیماریش تصدیق شده بود و او 10 روز در شفاخانه خوابید. حکومت تاجیکستان از درگذشت او به خانواده پرزیدنت اظهار همدردی نموده است. قربانبی رحمانова و همسر خالمومین سفرов رئیس سابق کارخانه دولتی خواجگی جنگل و شکار بود که سال 2012 در محله автовокзали دوشنبه کشته شد. منابع میگویند مراسم دفن خواهر پرزیدنت روز 21 ایول در دهه ملیکوه ناحیه دنغره برگزار خواهد شد. در بیشتر از 2 هفته اخیر این دومین نماینده خانواده پرزیدنت تاجیکستان است که به اطلاع منابع به گمان گرفتاری به بیماری کرونا ویروس می‌افتد. روز 5 ایول ازبکبی اسدالله و خوشتومانی امامعلی رحمان که با نشانه‌های گرفتاری به کرونا ویروس در پژوهشگاه گاستروانترولوژی بستری بود درگذشت. درگذشت خواهر پرزیدنت از کووید 19 در حالی است که وزارت تندرستی از افزایش تعداد رسمی بیماران و قربانیان کرونا ویروس نو در تاجیکستان خبر داد. مقامات روز 20 ایول گفتند تنها در شبانه روز اخیر 51 از بیمار شده 2 نفر جان باختند. با این شماره عمومی بیماران از آخر ماه اپریل سال گذشته تا کنون به بیش از 14228 کس رسید و شماره رسمی قربانیان به 114 کس رسید. مقامات میگویند در شبانه روز اخیر 43 کس و در بیشتر از یک سال اخیر 97% از بیماری شفا یافتند. بعضی از ساکنان و متخصصان به درستی آمار مقامات شبهه دارند، در حالی که به گفته آنها هر روز چندین نفر از بیماری و درگذشت پیوندان و همکاران خود خبر می‌دهند، ولی مقامات همه این موردها را نمی‌پذیرند. رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت از ساکنان دعوت کرد که به خاطر گرفتار نشدن به کرونا ویروس به توی معرکه ها نروند. احمدزاده روز 20 ایول ضمن برآمد در مسجد شهر خوجند گفته است ساکنان را ضرور است در جایهای جمعیتی، مکان سیرودم، نقطه‌های سودا، نقلیات‌های مسافرکشان و باغ‌های فراغتی و فرهنگی نقاب داشته باشند. رئیس ولایت سوخت در نزد نمازگزاران همچنین گفته است ضرور است که از شرکت در هر گونه چاره‌بینی‌ها علل خصوص معرکه‌های توی سر خودداری نماییم. مقامات تاجیکستان از ماه ینور تا آخر ماه ایون امسال پایفشاری داشتند که در کشور سرایت کرونا ویروس ثبت نشده است. ستاد مقابله با کرونا ویروس تنها 21 ایون تصدیق کرد که در کشور ساکنان به بیماری همگیر مبتلا شدند. فعلا در کشور هیچ محدودیتی به خاطر کرونا ویروس جاری نشده است، از جمله گذراندن چاره‌بینی‌ها و توی معرکه‌ها اجازت است. 4 افسر میلیسا در منطقه کولوب بازداشت و علیهشان پرونده باز شده است. مقامات اداره آژانسی مبارزه با فساد گفتند این افسران با چندین اتهام از جمله تصرف مبلغ متهمند. محمود جان رحمتزاده از شهر کولوب گزارش می‌دهد. آژانسی مبارزه با فساد در منطقه کولوب علیه 4 افسر میلیسا که با گمان قلابی، کمامت، پاره و تصرف مبلغ متهم می‌شود پرونده جنایی باز کرده است. مقامات میگوید تفتیش پرونده به عهده مفتشان آژانسی ضد فساد گذاشته شده است. خب این پرونده کلونی که اکرام مظفر سود رفتن به سود این در مجموع چند بود 51,000 سومانی 51,000 در 3 حالت 3 لحظه. باز شدن پرونده جنایی در 6 ماه سال 2021 از سوی آژانسی مبارزه با فساد در حالی است که سال 2020 نسبتی 7 مأمور میلیسا پرونده باز کرده همه آن را به دادگاه فرستاده بودند. حالا علیه نوردین نعمتов مفتش شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه فرخار برای گرفتن پاره پرونده باز شده است. امید حمیدov کارمند فوری شعبه کارهای داخلی ناحیه شمس‌الدین شاهین از جمله آنهایی است که از طرف کارمندان آژانسی با گمان قلابی متهم می شود. اما نظر وکیل دفاع و خود کارمندان میلیسا اوید به عیبنامه ها دسترس نیست. دو تا کمامت، دو تا تصرف، دو تا دیگر و 3 لحظه دیگرش قلابی.
در میان افسران میلیسا که علیهشان پرونده باز شده است، کارمندان میز شناسنامه‌دهی نیز به قید گرفته شده است. حالا نسبت جمعه‌خان سفرов کارمند میز شناسنامه‌دهی شعبه کارهای داخلی ناحیه مومن‌آباد برای کم‌آمد مالیوی پرونده باز شده است. سال گذشته دادستان ولایت ختلان هم در نشست خبری گفته بود که در نیم سال گذشته 14 کارمند میلیسا را در ولایت برای قانونشکنی‌های گوناگون از کار رانده‌اند. مسئولان اژانسی ضد فساد هم گفتند بیشتر جنایت‌های صادر کرده کارمندان میلیسا در نیم ساله سال 2021 قلابی بوده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی کلاب. جف بیزوس بنیادگذار شرکت آمازون و ثروتمندترین فرد دنیا به فضای مدار زمین پرواز کرد. بیزوس را در این سفر که روز سه‌شنبه 20 ایول صورت گرفت، برادرش مارک خلبانی 82 ساله، ولی فرانک و نجومشناس الیور دیمن همراهی کردند. پرواز آنها طریق شرکت خصوصی بلو اوریجین عملی شد. این شرکت در تاریخ خود بار اول انسان را به کیهان فرستاد. سفر جف بیزوس به فضا قریب 11 دقیقه دوام کرد و آنها سالم به زمین برگشتند. بیزوس ثروتمندترین شخص دنیا است که به نوشته مجله فوربس دارایی او زیاده از 200 میلیارد دلار است. مالک شرکت آمازون برای سیاحت به کیهان 28 میلیون دلار پرداخت کرده است. پرونده نیزایی که 2 ایول سال روان میان صاحبان زمین‌های نزد حولگی و کارمندان اتحادیه برای آب در دهه نوشهر ناحیه انگور ازبکستان سر زده بود، 14 ایول به دادگاه فرستاده شده است. کارمندان مقامات حفظی حقوق انگور 18 ایول باز یک نیزه برای آب را در این دهه خاموش ساختند. بحث‌ها برای آب حالا تقریبا در همه ولایت‌های ازبکستان سر می‌زنند. به گفته ناظران حتی حالت‌های نیز شده است که کشاورزان به خاطر آب به جان همدیگر قصد کردند. ارکین غفاروی 33 ساله یکی از جبریده‌های نیزه برای آب در نوشهر است. او گفت پلیس انگور پرونده نیزه را به دادگاه فرستاده است. مدیر اتحادیه انگور سرخان غروری عظمت شفاعتف جنجال کارمندانش برای آب با ساکنان نوشهر را تصدیق کرد، ولی گفت از جزئیات آن خبر ندارد. در اداره پلیس انگور گفتند راجع به جنجال مذکور با بند مایده عباشی پرونده باز و به دادگاه ارسال شده است. روز 18 ایول در دهه نوشهر برای آب دوباره نیزه رخ داد. در ویدیویی که دسترسی بخش ازبکی رادیو آزادی شد دیده می شود حدود 20 کس در نزد جویبار جمع شده برای آب با هم بحث می کنند. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرمان بخوزاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 21 ایول را فرا می‌گیرد. 21 ایول سال 2014 شهرت قدرتов بازداشت شد. شهرت قدرتов وکیل دفاع زید سعیدов، سابق وزیر صنعت زندانی تاجیک با اتهام طمع‌کاری بازداشت شد، ولی خود او اتهامات را رد کرده است. او را به 9 سال زندان محکوم کردند و بر اساس قانون او بعد 4 سال حبس آزاد شد. قدرتov که از نظر حامیان حقوق چون زندانی سیاسی انتقاد شد، بعد رهایی از زندان ترک تاجیکستان کرد. 21 ایول سال 2011 مجلس ملی با کودکس جنایی تغییر و علاوه وارد کرد که برای سازمان دهندگان و فعالان نمایش‌های اعتراضی بدون اجازه از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. این کاری پالاتای بالایی پارلمان همچون اقدام غیر دموکراتی و محدود شدن حق شهروندان به اظهار نظر انتقاد شده است. 21 ایول سال 2017 مقامات وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند که به خاطر جلوگیری از بیگانه پرستی ساکنان قالب و شکل‌های لباس ملی را تهیه دارند. وزیر فرهنگ شمس‌الدین آرونبکزاده گفت با این کار کمیسیه مخصوص با دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت مشغول است. اقدام مقامات همچون دخالت به آزادی‌های شهروندی و تلاش از توجه به لباس دینی دور کردن ساکنان انتقاد شده است. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 21 ایول چنین اعلام کرده است. بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برنامه بعدی ما ساعت 1 به وقت دوشنبه و 11 به وقت مسکو تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدار.